سرمنشی ناتو تأکید می‌ورزد که پاکستان باید بر ضد تندروانی که در قلمرو آن کشور پناه گرفته و حملاتشان را از آنجا بر افغانستان سازماندهی می‌کنند اقدام شدید نماید. اندرس فو راسموسن این نکته را پیش از نشست ابراز داشت که به وساطت جان کری وزیر خارجه ایالات متحده دایر شده و هدف از آن رفع کشیدگی‌ها بین افغانستان و پاکستان عنوان شده است. شرح بیشتر را از همکارم برشنا مرخیل می‌شنویم که از وزارت خارجه آمریکا با ماست. سلام برشنا جان، بفرمایید. سلام فواد جان، بر اساس گزارش اسوشییتد پرس، جان کری وزیر خارجه ایالات متحده امروز در حومه بروکسل در منزل سفیر ایالات متحده در ناتو با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و اشفاق کیانی لویدرستیز اردوی پاکستان صحبت می نمودند. این افتتاح این جلسه جان کری گفت این مذاکرات در حالی که افغانستان در مرحله حساس انتقال قرار دارد مهم است. ایالات متحده امریکا تلاش می نماید با میزبانی مذاکرات سه جانبه در بروکسل روابط میان افغانستان و پاکستان را بهبود بخشد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میزبان مذاکرات میان حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و مقامات ارشد پاکستانی است. تامین صلح در افغانستان و کاهش تشنجات اخیر سرحدی میان دو کشور در صدر اجندای این اجلاس قرار دارد. آقای کری دیروز در کنفرانس خبری در بروکسل گفت که ایالات متحده پس از سال 2014 میلادی هم در کنار افغانستان خواهد ایستاد. من و همتایانم روی تعهد و عزم خود در قبال مردم افغانستان تاکید کردیم به طوری که این کشور دیگر هرگز بلانه برای دهشت افغانان مبدل نشود. به این اساس ما با وعده خود فراتر از سال 2014 وفاداریم. اما روشن است که رئیس جمهور اوباما هنوز تصمیمش را در مورد شمار نیروهای آمریکایی که در افغانستان باقی خواهند ماند اعلان نکرده است. قبل از آغاز مذاکرات سه جانبه اندرس فو راسموسن منشی عمومی ناتو گفت اگر می‌خواهیم که تنها در افغانستان نه بلکه در تمام منطقه صلح و ثبات دائمی برقرار شود، ما به همکاری مثبت پاکستان نیاز داریم. مردم پاکستان نیز قربانی دهشت افغانی اند. دقیقاً منظور من هم امین است که پاکستان و افغانستان در مبارزه با دهشت افغانی، افراطگرایی و فعالیت‌های ماورای سرحد منافع مشترک دارند. این دقیقاً منافع مشترکند. اما پاکستان به نوبت خود حکومت افغانستان را متهم کرده میگوید که به جنگجویان در مناطق سرحدی داخل افغانستان پناهگاه امن داده است. رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با منشی عمومی ناتو در مورد توانمندی اردوی افغان گفت افغانستان مطمئناً قادر به تأمین امنیت برای مردم خود خواهد بود. یک بار دیگر خرسندم که شما به حمایت ناتو در افغانستان تعهد نموده اید، به خصوص در بخش آموزش و تجهیز نیروهای افغان فراتر از سال 2014 میلادی. با قول آژانس خبررسانی رویترز، هرچند در طول چند ماه چندین دور مذاکرات در پایتخت‌های کشورهای غربی با نمایندگان طالب برگزار گردیده، اما تاکنون هیچ نشانه از پیشرفت در آن دیده نشده است. خب برشنا جان، در مذاکرات سه جانبه به نمایندگی از پاکستان جنرال اشفاق کیانی لویدرستیز آن کشور اشتراک کرده. دلیل عدم اشتراک یک رهبر غیر نظامی از جانب پاکستان چه بوده؟ خب هرچند وزیر خارجه پاکستان نیز در این مذاکرات شرکت دارد، اما چنین به نظر می رسد که لویدرستیز پاکستان رهبری این مذاکرات از سوی پاکستان به عهده دارد. به طور عادی زمانی که صحبت از امنیت در پاکستان به میان می آید، تصمیم نهایی همیشه از سوی اردو گرفته می شود، فیصله نهایی از طرف اردو می شود و همچنان همسایگان پاکستان به خصوص افغانستان و سایر کشورهای زیدخل در جنگ افغانستان درک می کنند که مذاکرات با اردوی پاکستان و ادارات استخباراتی آن کشور نسبت به مذاکره با حکومت ملکی موثرتر واقع خواهد شد و سوی دیگر قبل از برگزاری انتخابات در پاکستان حکومت فعلی نقش یک حکومت سرپرست را دارد و برای اردو منطقی است که در چنین مذاکرات مهم شرکت نماید. بله، تشکر از شما.